متاسفانه اون اتحاد، اون سرجمعی مخالفان تاجیک که در اروپا موجود بود امروز ننگ بر آن است که نتوانستند در فرانسه ای که مخالفان خیلی زیادن یک استقبال گرمی امالی رحمانوف را انجام بدهند، یک تظاهرات در مقابل این بکنند که اونجا میتوانست باعث ناراحتی امالی رحمانوف شود و همونطوری که از کشور آلمان به ناراحتی خیلی و غضبین سنگین برگشت، در ایتالیا هم همچنین، در مسکو هم در نزد کرمل، در پراگ نیز این کارها به میان آمد. باید چون این کارها انجام داده میشد که حالت سخت به میان می اومد. سهراب ظفر راهبر حرکت سیاسی گروه 24 که عین حال در زندان است، با برنامه‌های جالب خود و پرنفوذ خود ده ها بار رحمانوف را چکار میکرد؟ در همین سفرهای خارجیش غافلگیر میکرد. ما مسکو را فراموش نکردیم که در میدان سرخ برادر ما رحمت جان محمد جان و شهاب‌الدین بدلوف و یکی از دیگر برادران نیکولا اسمش در اینجا نبریم ملاقات کردند امالی رحمانوف را و استعفایش را طلب کردند. و علاوه بر این ما فراموش نمی کنیم که در پراگ سال 2016 بود اگر یا 17 بود برادر ما نورالدین رضایی، احسان آدینیف و سه برادر دیگر که در اونجا رفته بودن استقبال و رحمانوف را در روبروش دیکتاتور اعلان کردن و پیشوازش گرفتن که این بدترین روزی امالی رحمانوف بود. فرانسه اینچنین در آلمان که ماشین امالی رحمانوف به تخم زده شد و چندین تخم ها به او در ماشینش زدن و اینچنین برادر عباس یک از مبارزان حرکت سیاسی گروه 24 در بالای ماشین امالی رحمانوف خودش را پرتافت که واقعا همین ناراحت کننده نسبت همین خود امالی رحمانوف بود. وقتی که با سران کشورهای آسیای مرکزی با هم دیدار کردن ماشین امالی رحمانوف با مهر تخم در روی شیشهش دیده میشد و خود چهره امالی رحمانوف پریدگی سرخ و وقتی برگشت در تمام جهان شأن و شرف و آبرو ریختن امالی رحمانوف صحبت میکرد. ولی امروز ما میبینیم که پراکندگی، بدگویی یکدیگر، ناامیدی در چهره و در چه مبارزان باعث گشته است که امروز هر کس دنبال کار زندگی خود است و هیچ کس پروای آزادی و آزاد کردن تاجیکستان را ندارد. همه از پشت روزگار خویش شده است. فقط باید در یک خانه بشینند نسبت یک نفر دیگر غیبت کنند و یا اینکه برند در یک رسانه دیگر نسبت یک انسان دیگر بد بگویند و برای اتحاد، سرجمعی و از بین بردن بغض و کینه و عداوت تلاش نکنند. این باعث گشت که دیدید که امروز امالی رحمانوف آمد در فرانسه آزاد میگردد، حتی فردا میتواند آلمان برود، ایتالیا و ده ها کشور دیگر در اروپا بگردد و من مطمئن هستم که یک نفر آماده خیستن به اونجا رفتن نیست. مشخص معین است. پس نیاز به اندیشیدن، نیاز به فکر کردن، نیاز به اونی است که مخالفان امروز بشینن فکر کنند که امروز من با چاپلوسی کردن از یک نفر دیگر در سامانه‌های مجازی به آبرو و شأن و شرفی همین راه ضربه میزنم و نمیگذارم که ما بتوانیم بریم چیکار کنیم در تاجیکستان انقلاب کنیم. باید ما برای اتحاد و سرجمعی و دوست و مهر و محبت یکدیگر تلاش بکنیم. یک نفر دیروز خوب بود امروز بد شد، یک نفر دیروز باسواد بود امروز بیسواد بود بیسواد شد، یک نفر دیروز مبارز بود امروز خائن شد، یک نفر دیروز نمیفهمم نفر اصلی بود امروز نفر نمیفهمم فلان بیسمدان است. بس است دیگر از یک دیگر پراکندگی را به میان آوردن. برای همین باید ما بر بخیزیم و تلاش و کوشش ما بکنیم برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببریم و اتحاد و سرجمعی را به میان بیاریم و ببینیم که این پراکندگی ما باعث میگردد که رحمانوف در فرانسه آزادانه میگردد و استقبالش میکنن و ما و شما اینجا میشینیم و دیگر هیچ عمل اجرا نخواهیم کرد. همین گونه میتواند ده ها سفر دیگر انجام بدهد و اگر همین روندی که ما این حال داریم همین روند باشد هیچ مفادی نخواهد داشت و هیچ مفادی را نمیارد.
وقتی که سال 2015 ما به اروپا سفر کردیم و در اینجا سرجمعی و اتحادی مخالفان موجود بود، تاثیرش مشخص معین بود. یک نفر در تاجیکستان مریض میشد، بیمار میشد، میخواستن بیرونش بیارن، با یک صدای عمومی میتونستن از تاجیکستان او را بیرون برآورند، چون نیروی اتحادی سرجمعی مخالفان موجود بود. ولی با 4 تا چاپلوس که خود را مستقل شماریدن و در بین مخالفات جنگ انداختن، باعث گشت که این درویگی، این دو جبهگی به میان بیاید و این کینه و بغض و عداوت به میان بیاید بین مخالفات. امروز روزی است که ما بیایم سرجم شیم، اتحاد شیم، بگردیم به وطن خود و وطن خود را آزاد و آباد بکنیم. هر کسی به اندازه خود باید مبارزه ببرد، برای اتحاد سرجمعی تلاش بکند. ما باید به 4 تا اشخاصی که در راه مبارزه بغض و عداوت و تحقیر و دشنام میکنن و مخالف و مبارز را بد میگوین، به اینا راه ندیم در بین مبارزه. یک بدبخت برآمد گفت که سهراب ظفر نفر امنیت است، بوزی حکومت است، فلان بسمدان است، برنامه حکومتی است. بعضی از اشخاص برای او منبر دادن، بعضی از اشخاص برای او پل روان کردن، بعضی از اشخاص دیگر برای او چیکار کردن؟ تمام داو دیسکر براش دادن که بیاد در تمام جاها برآمد کند و باز خودش را مبارز معرفی کند. فکر کرده که فردا در مقابل شما نمیشود؟ دو تا بوز دیگر به نام جمشید و او دیگرش غیورزاده نمیفهمم برآمدن، در 1000 جا 1000 مخالف شأن شرف و آبروش برآمدن. یک روز در بری این مخالف بودن، فردا رفتن در آغوش دیگر مخالف چون پرتافتن، فردا دیگر رفتن در آغوش دیگر مخالف و همین گونه آبرو و شأن شرف مبارزه را رساندن. و هر کس فکر کرد که بله برای این من نقشه بکشم، برود یک مبارز دیگر رو بعد بگوید من پیروز شدم. ولی دیدید که عاقبت همین جسارت پیدا کردنی تعدادی که فهمیدن که چگونه مخالف را می شود بازی داد و بازی کردن با ما. و اگر همون روزی که همون بدبختی که نسبت برادر ما سهراب ظفر بد گفت، تهمت زد، اتهام وارد کرد، اگر در یگان جا برایش جا نمیدادن، برایش در پخش مستقیم جا نمیدادن، برایش پول نمیدادن، برایش هیچ چیز نمیدادن، میگفتن که نه تو باید برای این کارات اول دلیل بیاری که یک راهبر حزبی حرکت مخالف را تو تهمت اتهام وارد کردی، تو این دلیل را پیشنهاد نکنی برای تو در هیچ جای جا نیست. و اگر برایش جان نمیدادن مطمئن باشید که او بخشش میپرسید و این کار را دیگر هیچ کس جسارت نمیکرد. ولی برعکس شد. و اگر به همین غیورزاده کثیف جمشید و کثیف و این امینا اگر منبر نمیدادن، برنامه نمیدادن، جا نمیدادن، پخش مستقیم راه نمیدادن، کار به اینجا نمیزد. یک بار در جایشون میشنوندن، کار به اینجا نمیزد. این دو نفر چیکار کرده میتونستن؟ یک روز میبینیم ایرا تعریف توصیف میکنن، یک روز دیگر میبینیم فلان فلان تعریف، یک روز دیگر میبینیم فلان فلانه، باز میبینیم که چند نفر دیگر در روسیه در فلان جای فریب و غوغا وارد کردن، با نسبت چند نفر دیگر عریضه نوشتن در کشور آلمان. و اگر به همینا منبر دادن نمیشد، جا دادن نمیشد، کار به اینجا نمیرسید. من بیام بیننده شما 10 مراتب از این برنامه بیرونش کردم، باز از تعدادها میان خاطر میبینن بیارش. چرا؟ چون به نفع یک خاطرها کار میکند. بیا پیوستش کو، چون این آدم من است، فلانی را بد میگه، فلانی دشمنی من است، فلانی را مخالف است. این گونه راه بد کردیم در راه در مبینی در چشم مردم که امروز هر کسی جرأت پیدا کرده است نسبت یک راهبر، نسبت یک مبارز بد میگوید. باید از امروز ما معین بسازیم که در این راه صداقتی که موجود است و با کی پیش رفت و این گونه اشخاصی که زبان درازی میکنن
باید سر زبانشان عین حال گرفته شود. مطمئن باش که همین روز نسبت سهراب ظفر همین انسان همین بدبخت اتهام وارد کرد، بد گفت، فردا از پشت تو همین گونه اتهام وارد میکند، بعد میگوید در صورت مفاد نرسیدن، یک مفاد یک فایده اگر نرسد فردا در مقابل تو میخیزد. همین بزهای دیگری که در آلمان 2 نفری که همه را جنگ داختن، همه برنامه ها را خراب کردن، در همه جا رفتن ایرا به این جنگ داختن، این همین 2 امنیتی بازم چیکار میکنن؟ کاروباری مخالفت جزیر میکنن. بازم میبینیم شون امروز بعضی هایشون در یک حزب حرکت ها و کار میکنن پشت پرده. همین گونه کار ادامه میکند. برای همین باید ما و شما اتحاد باشیم، سرجمع باشیم، چون سری راهی ظلمه با اتحاد و سرجمعی میگیرم. ما اگر روز یک اتحاد می داشتیم، یک عمومی مشترکات می داشتیم، مطمئن باشید که ما در کوتاه‌ترین فرصت بچه ها را روان میکردیم در فرانسه و میتونستیم در فرانسه عمری رحمانوف را چکار کنیم؟ غافلگیر بکنیم. در کوتاه‌ترین فرصت رحمانوف روز 8 اعلام کرد، روز 9 هم در فرانسه بود و امکان ملاقات روز 9 هم بود. میتونستیم که روز 9 غافلگیرش بکنیم، مشکلی نداشت یک روز دیر شده. ولی به هر بهانه یک چیز می نویسیم و دروغ میگوییم برای که اتحاد و سرجمعی هر روز از بین میبریم. چون غرض تمامی دیدی ما را آبروی ما را برده، یعنی غرض این پیش ما را پرده پوشیده است و ما نمیبینیم. در چشم هر برادر امروز یک انسان خائن میبیند. هر روز امروز میگن که او فلانی دیگر خائن است، او فلانی است، فلانی است، در حالی که معین مشخص است که در مابین کی بازیگر است. ما اگر این همین 4 نفر اشخاصی که راهبرای حزب‌های مخالف را بد میگویند، اگر برایشان در همون رأس بالاتر منبر نتیم، منبر منظور پخشای مستقیم اگر نتیم، جا نتیم، مطمئن باشه در بر حزب‌ها ره نتیم، در بر حرکت‌ها ره نتیم و اگر پول و مال برایشان رویی نکنیم، مطمئن باشه که همینا از بین میروند، میآیند پشیمان میشوند، دیگه این کارا نمیکنند. شاید هم بعضش از روی نادانی همین کارا بکند، ولی بعضش از برنامه حکومت این کارا بکنه. تا زمانی که این 2 نفری بدبخت به آلمان ناآمده بودن، بچه‌ها سرجم بودن، اتحاد بودن و هیچ مشکلات در بین برادران نبود. از روزی که اینا اومدن مشکلات در بین مبارزه آغاز پیدا کرد. یک دیگرش بد گفت، ایش به ایش دشمن شد، ایش مادر ایش حقارت کرد، ای پدر ایش حقارت کرد، ای زن ایش حقارت کرد و همین گونه دشمنی ما بین مخالفه آغاز پیدا کرد. کی این مخالفت که این دشمنی را به میان آورد؟ این همین 2 نفر. یک از خودش را بسواد میگیرد و گویا که این بیسواد دیگری چه اداره میکند و این را با او جنگ میدازد، او را با او جنگ میدازد و هر روز مادر حقارت کنند میگردند. با یک تعداد بیناموسش تا اون درجه را پس فرمودن که میآیند جیانشون رو زنش حقارت میکنن، مادرش رو حقارت میکنن، خواهرش رو حقارت میکنن، باز با کمال احترام میرن در خونش مهمونی میشینن. این گونه انسان ها پایان فرمودن. برای همین ما باید کوشش تلاش کنیم اشخاصی که با دهن بد، با حقارت، با بد گفتن، با جنگ انداختن میآیند در مابین مبارزه قدم میگذارن، با اونها چیکار کنیم؟ منبر نتیم، راه نتیم، جا نتیم، از بین میروند. همین ها را کی آدم کرد؟ ما آدمشون کردیم. همین ها را کی منبر داد؟ ما دادیمشون. آخه همون روزی که فهمیدیم که این انسان براش باید منبر نداد، باید منبر نداد، بیرونش کرد. همون روزی که فهمیدیم که این انسان ضرر میرساند برای مبارزه، باید بیرونش کرد. ولی یک تعداد انسان ها با چیکار میکنن؟ اونا رو در کنار خود قرار میتین. به خاطر چی؟ به خاطر بازی کردن.
ولی از این پس هر کسی که بین این بزها اگر منبر بتیه مطمئن باشد که به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند، به نفع اتحاد مخالفا کار نمیکند، چون اینا همه را با یکدیگر دشمن کردن. اساس دشمن سازی در بین مخالفا این دو سه نفر هستند. این همینا را اگر در بین مخالفان و مبارزا جای ندهید، بیرون کنید، مطمئن باشید همه به یکدیگر دوست میشوند. همین مشکلات هایی که به موبایل اومد از کسی چیزی نوشته است، همین ها هم از بین نران اقرار میشوند. همه میگن که ما اشتباه کردیم، یک دیگر میبخشن. من ده ها بار با این برادرها وقتی که میریم ملاقات میکنیم در یک جا میبینیم اصلا با یک دیگر مشکل نداریم، با یک دیگر آغوش میکنیم، مهر و محبت داریم، یگان مشکل نداریم. مشکل ما چی است؟ این همین دو سه نفر که میان مادر ای را حقارت میکنن، میرا میگه اون مادر ای را حقارت کرد، مادر او را حقارت میکنه پیش او، میبینیم تا گرد مبارزا جنگ دختر گشت است. رحمانو در فرانسه آزادانه میگرده. برای همین هم دیاران و هموطنان عزیز، ما باید برای آبرو و شأن شرف مبارزان مبارزه ببریم و کوشش تلاش کنیم که هیچ وقت اجازه ندیم که در صفوف مبارزان، در صف مبارزان اشخاصی مثل خاص خاشاک جای کرده شود. هر کسی که در همینجا میاد حقارت میکند، جنگ اندازی میکند، باید بیرونش کنیم، جاش ندیم. یک مبارز بد میگوید، جاش ندیم، بیرونش کنیم. من هیچ وقت در برنامه‌ام اجازه نمیدم که بیان نسبت یک مخالف دیگر حرفی بد بگویند، بیرونش میکنم. و همین گناه را باید از طرف دیگر باشد، از همه طرفا باید باشد.